سلام دوستان، این یه چراغ‌ها و دستگاه قصه گو سفارشی واسه آقا امیر از تهران. الان توی شارژ چراغش، چون نشانگر کلیدا واسه خروجی صدا است. شارژ میکنم. خب عکس اول، افکت شروع، یه صدا. عکس ها رو عوض میکنه، یه دکمه مخصوص امتیاز و صدای کلام شده. وقتی نوازشش میکنی خیلی خوشحال میشه. وقتی مامان یا بابا از تو کمک میخوان و کمکشون میکنی، چراغ قهرمانی تو روشن میشه. حافظ، میدونستی تو بهترین برادر دنیایی؟ حالا دکمه سبز رو بزن. دکمه واسه امتیازدهیه، بعد رنگش با یه مشتری خودش سبز کن دیگه. حالت کلاسیک گذاشتم. اینم که رنگ چراغ‌ها عوض میشه. این الان حالت خاموشی، این حالت قصه گوه. بخوابی حافظ. خب یا برای تو سنا کوچولو یه قصه بگم. این صدا پلی میشه با عکس ما، یه بار دیگه میزنیم میره واسه داستانش، قصه هاش. هر قصه هم رنگ نور عوض میشه. با نگه داشتن این کلید کم و با این کلید زیاد میشه. برای این پخش هم میشه دوباره عکس رو بیاری. هر بارم که بزنی یه داستان جدید میاد. شب بخیر کوچولو. دیگه همینجوری داستان داره تا